خلق غولکانداز در زمستان همشان در درون قرغان زندگی میکردند، در درون قلعه. تابستان بدله رفته این گندم و همه چیزاشو آورده، زمستان فقط در قرغان زندگی میکردن که با دشمنان یک جای مبارزه برن. در دیوار قرغان خیلی تونیکا بودن که همینجا ایستاده و یا دشمنان نظارت میکردن. اگر که دشمن آید، خلق با بالای بامی خانه برآمده با دشمنان سنگ ها و پلخمان کچی خودشان حمایه میکردن. وقتی که سنگشان و یاشان تیرشان تمام شود، هیزم جمع کرده ماندگی هیزم کچی میپرتافتن ویا. بعد دشمنان میگفتن که این قشلاق غولک انداز بوده است، غوله میپرتافتیان گفته نام غولک انداز اینجا برآمدگی. دهه غولک انداز یکی از دهه‌های قدیم‌ترینی هم ناحیه و هم منطقه شمال تاجیکستان به حساب می رود. از روی بعضی شنیده ها و از روی بعضی گفتاری که در بین مردم علاقه پهن گردیده است، از خود نام این دهه برمی آید که این دهه یعنی که غولک انداز که نام دارد، مردم این دهه در گذشته خیلی قدیم صنعت و مهارت غولک اندازی را خوب از خود کرده بودند و با این مهارت غولک اندازیشان در منطقه مشهور بودند و از این سبب این دهه نام شاید دهه نام غولک انداز را گرفته است و امروز این دهه یکی از دهه های خیلی کلانترین در مقیاس جمهوری هم گوییم خطا نمیکنیم به حساب می رود. مساحتش 16 گیتار بودگی. سال 43 یک سیل آمده، نصفش شده رفتگی 16 گیتار زمین داشته. غولک اندازی 1000 خانه‌دار میگفتن، 1000 عائله زندگی میکردن در درون قلعه. فقط خانه ها برای زمستان زندگی کردند. این حال از روی دقیق آماری در دهات غولک انداز 50,000 اهالی زندگی میکنند. در عصر دهم غولک انداز همچون قشلاق در اثرهای تاریخچیان عرب نویس آورده شدند با نام گولک. در اونجا آورده شده است که غولک انداز یکمین کاروانسرایی که از خوجند برآمده به سوی غرب در راه خوجند زامین یکم کاروانسرای در قشلاق گولک بودگی است گفته نوشتگی هم. مردم قدیمه غولک انداز در داخل قلعه غولک انداز زندگی میکردند و امروز البته دایره این دهه خیلی وسیع گردیده است و مردم علاقه خیلی در دامنه های این دهه، در دامنه های فراخ این دهه خانه و خانه های استقامتی کردند و زندگی میکنند و نشانه ها از تاریخ قدیمه دهه غولک انداز خیلی زیادند. از سبب آنکه دهه خیلی تاریخ قدیم دارد و در این دهه یادگاری های تاریخی هم خیلی زیاد هستند. نشانه ها از تاریخ قدیمه مردم این دهه خیلی زیاد هستند که امروز این همه دلیل ها در آثارخانه تاریخی کشورشناسی ناحیه که در دهه غولک انداز قرار دارد جمع آوری کرده شدند. بینای آثارخانه سال 1963 ساخته شده است و سال 1986 باشد. همچون آثارخانه کار و فعالیت خود را آغاز نموده است و سال 2015 باشد به توازن بخش فرهنگی ناحیه جباراسو گذشته
فعالیت خود را همچون آثارخانه تاریخی کشورشناسی ناحیه جبار رسولوف دوام داده است. در آثارخانه ما 12 تالار موجود است که همه آنها به تاریخ قدیمی خود را دارا می باشند. در آثارخانه 1611 عدد نگاره موجود بوده. اکثریت آنها از طرف مردم جماعت دهاتی غولک‌انداز به آثارخانه تحفه کرده شدند. غولک‌انداز یکی از قدیمترین جماعت بوده. بسیار بازیافته ارزشمند را دارا می باشد و تاریخ پیشینه بزرگ قدیمه دارد. قسمت آثارخانه یعنی تالار ریختر اتومبیل ها می باشند که در اینجا نمودهای بسیاری اتومبیل های تاریخی جای دارند که یکی از اینها ماشین گاز می باشد که درازی آن 6 متر بوده، وزنش 1.5 تن می باشد که از طرف شخص استقامت کننده ناحیه جبار رسول به آثارخانه همچون تحفه برای نمایش سپاریده شده است. و در اینجا ما دو نمودی یعنی اورال موتورسیکل ها را دیدن ما ممکن است که به سالهای 1972 تعلق دارد که از طرف مردمان دهه غولک‌انداز طی کرده شدند و یکی از اتومبیل های تاریخی که برای کشاورزی استفاده برده شده تراکتور وتزه می باشد که به سال 1972 تعلق دارد. ناحیه جبار رسول یکی از ناحیه کشاورزی که در این ناحیه کشاورزی بیشتر رواج یافته بود و مردمان با کشاورزی بیشتر به نسبت به ناحیه ها با کشاورزی مشغول می شدند. برای همین هم این نمود بسیار اتومبیل های کشاورزی استفاده برده می شدند. پیش 70% اهالی ما با دیخانچگی مشغول بودن. شغل اساسی مردم همین دیخانچگی، چرواداری، خدمتی معیشی، ساختمان. در عموم 6118 گیتار زمین داریم. از این 3100 گیتار زمین های آبی می باشد. ما قریب که 1850 گیتار به خواجگی ها دیخانه عهدهداری گرفتیم برای کشتی پخته و موندگی 1800 گیتار زراعت های دیگری که خواجگی قشلاقی کشتی کارکی عین حال دهقانان جماعت دهاتی غولک‌انداز مشغول هستند. ما در همین روز علاکای قریب که 68% کشتی پخته را به انجام رساندیم که از روی نقشه ما تا منمی آخری هفته ما علاکای کشتی پخته پوره اجرا میکنیم. اساسا کартошка وای بکریم هستا. جای کартошка بعد جوهری مکم میکارم. پمیدور، بادرین، چیزهای با خواجگی دکتر بودن همه چیز خودمون میکاریم. از بازار کم میخریم. آب که باشد همه چیز میشه.
برای خیلی که دیده استودید ما همین قدر زمین داریم هر سال خالی نمیمونیم حاضر کارتوشک کاریدگی بعد این جوری میکاریم از زمین برای خود ما هم برای چاروا حاصل میگیریم این زمین خالی نمیستاد زمین میخوراند میپشاند کسی که به زمین وای تیاد مهر تیاد زمین خالی نمیمونه آدم من مثال کارتوشکا نمیخرم بازار همون میرسد با تخمی هم میمونه یگان کس پرسد با تخمی قطعی یاردم هم میکنم 4.5 سوت زمین به وای میکنم کارتوشکا میکنم میرسد اویل من با 9 کسیم در اویل با عهده همین دهخانان خواجگی دهخانی که در جماعت دهاتی غولکانداز کار فعالیت میکنن 240 کارابکا کرمک به لابراتوری ما وارد شدگی بود ما الکی 100% تقسیمات کرمک اجرا نمودیم حاضر دهخانان پرورشی همین کرمک مشغول هستند و پرورش این به مارام ادامه دارد. ما دینه تقسیم کردیم الکی وقتی که اینجا اگرونومو هست همین کرمک پروری و اگرونومو میره همین یک روان اگر همین موسفیدای همین ماماها میستن چخیل کردن در کار اول خانه های گرم میکنن ترمومتر میمونن بعد همین تخته ها بعضی چیزا جو میکنن بعضی ها علف های سخت گفته میمونن برای پیله کردن با این تکنولوژی خود دارن که مردم ما اینا رسو ناز میدونن برای دشوار نمیکشن برای همین اینا همین شوق دارن که کرمک پروری به رفته همشون روز تقسیمات بسیار مردم جمع شدن با اون کیفیتی ناز کیفیتی بلند کرمک ها را گرفتن الکی همین کرمک پرورش که مشغول می باشن حاضر. انشاءات‌های گوناگونی که در دهه ساخته می شود امروز نشانه از رشد و پیشرفت این دهه می باشد و البته کارخانه‌های صنعتی نیز در این دهه بنیاد گردیده است که امروز برای جوانان برای مردم دهه و برای مردم ناحیه جایهای کاری فراهم می آورد که مردم با جای کاری تامین گردند که این هم کارخانه ارگانیک یان می باشد که امروز خیلی کارخانه کلان در حدود همین دهه و در برابر به مثال این کارخانه قالین بافی کارخانه خیلی زیاد هستند که امروز مردم با جای کار تامین می گردند. 11 تا مکتب در حدود جماعتی غولکانداز در ناحیه 40 تا مکتب باشد در حدود غولکانداز 11 تا مکتب 12 ماش ساخته ایستاده ایم 8 کتی ناحیه یاردم میکنن از ولایت یاردم میگیریم همون مکتب باید تیزتر به استفاده تیم. مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 19 یعنی که جماعت غولکانداز پیش صدمه‌وی بوده است. حالا من 2 آشیانگی ساخته شده 16 صنف خانه تشکیل شده است. خوانندگان به ملال میخواند شرایطش خوب است.
در کودکستان ما 570 نفر کودکان تعلیم و تربیه میگیرند. 20 گروه فعالیت خود را میبرند. از طرف اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت برای کودکان بسیار امتیازها داده شده است که سال 2016 برای 120 نفر کودکان با راه حشر از طرف پدر و مادران یک بنای علاوه‌ای ساخته برای استفاده بری داده شد. عین حال برای تربیت گیرندگان از طرف پدر و مادران با راه حشر یک تالار ورزشی ساخته شده ایستاده است که این 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان برای تربیت گیرندگان سپاریده می شود. در دهه زندگی خیلی خوب است، تنج و آرام، صلح هستند. ما هر روز به مکتب به ملال رفت و آمد کرده می توانیم. در مؤسسه زمین داریم. بچه ها در دستهای تکنولوژی به زمین نگاه می کند، کارتوشکا، پامیدار، بلگر، بقلجان می کارند. زمین مؤسسه خالی نیست. ما 50 زیاده از 51 کیلومتر کوچه رو منفش کردیم که حاضر ما یکی از اسفالت شدگی کوچه ها استادیم که همش براش یعنی تو 5 متر درازیش، هر یک کوچه قریب 801 کیلومتر، بعضی کوچه ما 2 کیلومتر 3 کیلومتر کوچه هم داریم، همش خوشرو شده منفش کرده شد. بغیر از این ما یک خانه های بلندشانه و بناهای تجارتی، بنگاه های طبی کن گوییم که از درون همین 135 انشاءات به بسیار که همین انشاءات هایی که برای خدمت نمودنی، برای خدمت کردن برای مردم، برای ناز نمودن زیست زندگانی مردم و اولینش که تشکیل نمودن جای کاری. در جماعت گلگاندوز یک بیمارخانه منطقه‌ای موجود است که از 4 شعبه عبارت ده، با همه تجهیزات حاضر زمان تامین می باشد و دکتران بلند تجربه تخصص عالی در آنجا فعالیت می برند. اساساً شعبه بیماری های دل، شعبه اورولوژی، شعبه بیماری های درونی و شعبه کودکانه که به همه بیماران در وقت یاری خود می رسانند. با شرافتی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان امروز ساحه طب نیز در دهه غولک‌انداز خیلی خوب رواج یافته است. در حدود دهه غولک‌انداز بیمارخانه فیزیوتراپیوتی ولایتی جایگیر است. بیمارخانه خودی دهه غولک‌انداز که یکی از بیمارخانه‌های خیلی پیشرفته به حساب می رود که امروز برای درمان بخشیدن و مردم منطقه خدمت رسانی خوب می نماید و البته بنگاه‌های طبی در این دهه خیلی خوب فعالیت می برند و باید قید نمود که دهه غولک‌انداز از جهت متخصصان ساحه طب یکی از پیشرفته ترین شاید که دهه ها به حساب رود. عموما در جماعت غولک‌انداز که شعبه اورولوژی، شعبه دل هست، این به همه ناحیه جواب رسول خدمت رسانی میکنه و اون شعبه‌ای که در آنجا نیستند به بیمارخانه مرکزی ناحیه آمده تبابت میگیرند. پیش از همه میnnتداری خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان میرسانیم که همه ساله در پیام‌های خود به هنرمندان و هنرهای ملی اجدادانمان اهمیت خاصه داده همه شرایط‌های لازم را فراهم آورده ایستادند. ما از این هنرمندان خیلی شاد هستیم و از امکانیت‌هایی که برای هنرمندان همه سال از طرف پیشوای معظم ملت فراهم آورده شده ایستاده است ما ثمرناک استفاده برده
کوشش به خرج می‌دهیم که هرچه این هنرهای اجدادیمان یعنی هنرهای ملیمان از نسل به نسل گذرد. جوانان ما، جوان دخترها، جوان پسران از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان جاری شدن گرانت ها، یک چند گرانت ها اشتراک کردن، غالب شدن. من چه خیلی که آزی گفتی خودتون شاهد شدتون، نابای خانه ها، سمبوسه خانه ها، آش خانه ها، بعضی نمین برای چی میگوید استخوانه ها و چرا که همین هنرش هست یک چندتاش از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان دستگیری کرده شد با واسطه گرانت ها. اینا علاقه همین گرانت ها قطعی اینا کارشون آغاز نمودن. حالا که من دیدم علاقه درآمد نصب کرده شدن، اویلشون تینج با یانشون به یک چند همین جوانای کار بگرفتن که اینا هم یک جای کار شدن. 3 سال باز با بافندگی مشغول هستیم و در حاضره کورس های هم آفلاین و هم آنلاین را در 5 سمت بافندگی برای شاگردانمان، برای زنهایی که در خانه میشینند، یعنی زنهایی که به کسب و کار، به کسب و هنر هستند، برای آنها ما این کورس های آنلاین را کشادگی هستیم. یعنی آنها می توانند که در خانه نشسته نیست و بیرون نبرآمده در خانه نشسته نیست، همه این کسب و هنر را به مال از خود نموده از صاحب کسب و هنر باشد. هنرمندی نیز در این دهه خیلی رواج یافته است. هنرهای قدیمه، هنرهایی که امروز علاقه مردم پیشکشی جامعه میگردونند، هنرهای کندکاری، هنرهای کلالگری، سبد بافی، کار آهنگری و دیگر هنرهای خیلی زیادی این مردم، بافندگی، هنرهای خیلی زیادی دارند این مردم که امروز با هنرمندیشون هم در ناحیه هم بیرون از ناحیه مشهور هستند و مردم دهه غولک‌اندوز خیلی مردمی مهنت دوست هستند. حالیم بافی یک نمونه این کورسی آنلاین ما می باشد. دوم سمت بافندگی ما که کورسی آنلاین را تشکیل کرده ایم، این لوازمات های کودکانه، یعنی شما دیده می توانید این گهواره هایی که با دست، یعنی با یک دانه کروچاکی بافته می شود. این نمود من این همچون بازیچه کودکانه این باشد برای نوزادان بیمار استفاده برده تا 6-7 ماه بودنش بیمار استفاده برده می توانیم. سوم سمت کورسی آنلاین ما این مهره بافی می باشد که ما می توانیم هر گونه نمادهای من به مثال این از مهره استفاده برده هر گونه گل ها یا که قطوچه ها برای دختران یا که نوعروسان بیمار ساخته از آن هم درآمد دیده می توانیم. گرانت های پرزیدنتی که از طرف پیشوای معظم ملت برای هنرمندان یعنی برای صاحبکار زنان تمام کشورمان از طرف پرزیدنتمان داده می شود. سال 2025 نیز ما از این امکانات ثمرناک استفاده برده صاحب گرانت پرزیدنتی به مقدار 60,000 سومانی گشتیم و از آن با استفاده از گرانت پرزیدنتی در منزل استقامتی خودمان مرکز هنرهای مردمی یعنی بافندگی کشاده هر ماه به 10 نفر زنان و دختران خانشین کسب هنر آموخته صاحب کسب هنر کرده استادیم. شو هنر بلا
oilamizni boqib ishlab kelamiz. طول سالها می شود که با اهل اویله‌مون به این هنر مشغول هستیم. ما این هنر رو از روی ذوق پیش میبریم. در اصل هنر تنورسازی برای ما میراثی است. از بابا و پدر برای خود کسب کرده ایم. خلاص اهل اویله همه اسرار این هنر رو میدونیم. برای خواجگی‌ها خواجگی و علاهیده، برای سامسپزان علاهیده، برای نوای‌ها علاهیده می‌سازند. در هر یک خانه تندور است و حاضر اکنون پیشینه برای نان بسیار نمیخوریم. هم چیزی آباد دسترخوانمان آباد که نان کم استعمال میکنیم. برای قاق نشدنش از نوای خانه میخریم و هر روز گرم مکک میخوریم. این البته خدمت همین تندورسازان میباشد. ما کوشش میکنیم که تنورهای با صفت را سازیم تا مزاجان از کار ما راضی باشند و تنورها طول سالها به صاحبانشان خدمت کنند. آهسته آهسته بزن. هر جای ناهمواری که هست با چنین طرز بزن. ما تنور را به چنین شکل در آورده ایستاده ایم. پس از ساختن میبینیم که چی شکل را میگیرد. این تنور حجم کلان دارد. چون این اندازه تنور را کمی آدمان درخواست میکنند. ما نه تنها در تاجیکستان مزاجان خود را داریم، بلکه به کشورهای روسیه و قرقیزستان نیز تنورهای ما را بردن استفاده میکنند. تنورهای ما در مدت 2-3 روز آماده می شود. یک هفته آن را نگاه می داریم تا خشک شود. وقتی که تنور با صفت است خریدارش نیز زیاد می شود. این در خواجگی ما به نهایت چیزی لازمی است. از این خاطر ما اویلوی کار میکنیم تا درخواست مزاجان را سری وقت اجرا کنیم. عین حال که فرزندم به کمال رسیده است میخواهم با تمام نازکی‌هایش تنورسازی را به او یاد دهم و میراث ما را به خود کسب کند. پیش ما مایده بودیم در دهه غولکاندوز یک تنورچی میدانستیم. یک تنورچی بود، همه ما همونجا تنور میگفتیم می آوردیم. حاضر الکی در جماعت غولکاندوز الکی 5 اویله تنورچی شد. 5 اویله تنورچی با تنورا خیل شده برام دوست. ما وقتش به یک تنور میدوستیم نو میکردیم. موزی مایداش یک کلانترش یعنی سامبوسه و همه خیلش ساختوسیان که با همش با مرام کار کرد. با مرام کار کردن همه تنورشون علاقه فروش به رفتوز به احتیاج هست. اینم اچی نشان میتید. اینا همین نشان میتید که حکومت جمهوری تاجیکستان شخصا پرزیدنت ما محترم جناب علی همین صاحبکاران میانی به خیلی اهمیت کلام میدهند که همین اویلو بشود کسب آموزد. جنو yaxshilab titib qo'shda maqsad tanir sifatli bo'lishi. ما در کار تنورسازی از پشم گوسفند استفاده میبریم. هنگامی که بهاران گوسفندان خود را میتراشیم و پشمشان را با چنین طرز جدا میکنیم. ما این پشم را در گلی تنور استفاده میکنیم. در برابر این به پدرم کمک کردن میخواهم و ورزش را نیز دوست میدارم و در وقتهای خالقی به ورزش مشغول میشوم. بارها در مسابقه ها جایهای نمایان را اشغال کردم. همش از لای تندور وابستگی داره. منم یک وقتا با تندور و یا شاگرد شده کار کردگی لای زیر کردگی. منم در قشلاقمان همه تندورسازان اولاد یک اولاد همشان خیشی تبارن. امکشان تندورچی بودن از فرغانه یاد گرفته آمدگیان. بعد همه جناشان یاد دادن امونا حاضر در 4-5 خواجگی تندور میسازن. من با قرار جناب عالی از هنرمندان ملی و نمیگیرن الان نمیسپارن. برای همین حاضرم ترقی کرده ایستاده است ساحه تندورسازی. ما قسم دیگری تنور را آماده کردیم و اکنون قسم بالایی آن را به چنین طرز می سازیم. گل مخصوص را با شکل درازرویه می دراریم و آن را در قسم بالایی تنور استفاده می کنیم. در همین حالت کاری اهمیت جدی دادن در کار است که با صفت آید، زیرا بیشتر مزاجان به دهان تنور اهمیت کلام می دهند. ما آن را با آب می چسبانیم. آب در اینجا نقش شیرش را می بازد. این تندری نان سری کلانتر میشد با علاوهش دیگر خیلی میشه. تندر سر کلان میشه.
самуса сали майдатар мешаду бо аловаш дигар хел мешад бо номба дигар алов дар кор де. پنج سال شد که سموسه میپزم. دو نمود سموسه داریم، گوشتی گوسفندی، گوین، ریزگین. برای با مزه شدنش مهنت کردم در کار. مهر دادم در کار. همینجا آمدم، کار کردم، بعد استادم یاد دادن. بعد یاد گرفتیم اکرم. مهاجرت نمیروم. خودم دو میرسد. زندگی رفته است. 2017 سال کردم، شاگرد شده. 2019 خودم میچسبانم. اینجای خودم میشه 3-4 سال شد آزه همونجا شدم آزه من که 5 کسب کارگر های یک تا خمیرگر 2 تا کارگر و یک تا نانفروشم به نانشان زور با مزه صنعت قنادی در این دهه خیلی خوب پیش رفته است که یک اویله عادل‌فا که هنر قنادی را به تمام جمهوری امروز معرفی می نمایند و هنر نشال‌آفزی هنر قنادی قدیمی ملی ما را امروز معرفی کرده ایستادند و البته پختن نوع‌های گوناگون طعم‌های ملی در این دهه خیلی مشهور است و در این دهه چایخانه‌های خیلی زیاد هستند که امروز مردم از گوشه و کنار ناحیه بیرون از ناحیه هم حتی به خاطر خدمت‌رسانی خوب این مردم به خاطر طعم‌های خیلی خوش لذت و طعم‌های گوناگون ملی این مردم به این دهه می‌آیند. کنده‌کاری، کلالگری هست در معلمان ایستاده است. این همه چیزها را معلم با خود به ما آموزانده کار کردیم. این همه چیزها با دستی می باشد. با دستی ساختیم این همه چیزها. مثلا اثرهای پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، تاجیکان در آیین تاریخ، چهره ماندگان، آنها را ما خودمان ساخته به آزمون‌ها پیشنهاد کردیم و جایهای بهترین را اشغال کردیم و من فخر دارم که در آینده هنرمند کلالگر بهترین خلق یا که ملت می شوم. معلم حمیدالله مهدیев انا همون کس حاضر همین کنده‌کاری را یاد گرفته. من خودم تعریف نکنم و قچی ویم من یک جای کار کرده 17 سال یک جای کار کردم. منم کم کم کنده‌کاری را میدانم. کسب بسیار مشکل حاضر اکو همه چیزهای کنده‌کاری را اتومات میکنند لیکن همه وقت کار دستکی این بهای بلند دارند. معلم حاضر کروژاک دارند بچه‌ها با نورسان با یاد میتیند. هر کنکورس و یا باشند معلم چیزاشون برده نشان میدن خلق. شخ باشد مثل یکم بار جای خاکیش
یکم بار خواهش می شود همه چیز می شود. اگر خواهش نباشد ما یا که شما 10 ساله کار کنید هم یاد گرفته نمی توانید. من این چیزها را دیده شوق و ذوق در من پیدا شد و من به یان معلم آمده، معلم مرا شاگرد کنیدان گفتم و معلم یاد داد و با یاری معلم من حاضر شاگرد یکم معلم می باشم. دو سه چاخانه و آرایش کرده دادیم ما. در مرکز چاخانه پدران میگویم، در مغزی نوایی میگویم اونجا یک چاخانه ساختگیم ما. در مرکزی ناحیه یک چاخانه ساختیم. همین 40 سال که هم هنرمندی میکند، بریگادش با هم با در مکتب درس میخواند، درس مهنت، تکنولوژی میگویم حاضر، درس تکنولوژی بچه‌ها با همین سیر و اسرار کنده‌کاری رو یاد می‌گیرن. بسیار خرسند هستم و پیشوای ملت محترم امام علی رحمان گفتند که هنر یاد کنید گفتند. من خرسند هستم که در من هنر هست، هنر آینده هست. من آینده خودم در دست خودم می باشد. اگر من یک جوب کار بروم یک تا خودم کار میکنم میبیام. وقتی که اگر منبع انمی خیل سبوکیو شود من اویلام قطعی کار کنم، اگر علاقه منبع 3-4 کس خانواده یاردانچ پیدا میشود، اینا هم کار میکنن، اینا درآمد میکنن. من اونجا رفتم اگر گویم که اگر 200 سوم کار کنم همون روز خانگی کار کنم علاقه 500 سوم یا که 350 سوم کار میکنم. من نصیحت میدهم که تلفن بازی کمتر در معیار باشد. شما وقتی خودتان را به بیکاری نادانی نمانید. یگان هنر را کار کنید، کتاب خوانید یا که یگان کسب را آموزانید. با یک جمله من تعریف میکنم که آینده خودتان را سازید.